الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای برادر و خواهر گناهکارم، بدان هیچ وقت از رحمت خداوند ناامید مشو. خداوند بخشنده و مهربان است، ناوابسته از گناه ما چقدر که باشد. حتی اگر گناه ما از زمین تا آسمان باشد، بدان که رحمت خداوند از این هم بزرگتر است و با امید به درگاه خداوند باز بگرد و توبه نصوح بکن. خداوند گناه تو را می بخشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بگو ای بندگان من که در گناه زیاد روی کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا خدا همه گناهان را می بخشد. اوست بخشاینده و مهربان. سوره زمر آیه 53. بنابراین برادر و خواهر عزیزم، الان فرصتی توبه است. الان که ما در حیات هستیم، این فرصت به توبه و بازگشت به سوی خداست. پس این فرصت را از دست مدهیم، چون این فرصت دوباره بر ما باز نمی گردد. بعد از آن که ما این دنیا را ترک می کنیم، این فرصت را بر ما نمی دهند. پس الان که فرصت داریم، باید توبه کنیم و به سوی الله بازگردیم. پس برادر و خواهر گناهکارم، باز بگرد به سوی الله سبحانه و تعالی، باز بگرد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.